خب سلام، خوش اومدید به قسمت دیگه از Investing Nights. همونجور که توی پیج اینستاگرام از شما پرسیده بودم که بررسی کدوم کمپانی از بین کمپانی‌های اکسیدنتال پترولیوم و ویزا رو میخواید ببینید، بررسی فاندامنتالش رو میخواید ببینید و در نهایت انتخاب شما اکسیدنتال پترولیوم بود و من هم یه نگاهی انداختم به کمپانی، سابقه کمپانی و اینکه چه کاری انجام میده کمپانی و بدون مقدمه میرم سراغ یه بررسی اجمالی از گذشته کمپانی، چون بررسی گذشتهش خیلی مهم هستش به خاطر اکوزیشن هایی که انجام دادن و به دلیل بیزنسی که دارن. به نظرم یه نگاهی به گذشته کمپانی به نظرم بد نیست. اینجا جلوی شما در واقع صفحه اول اینترنتی اونا هستش که میبینید یک کمپانی کاملا کلاسیک بخش اویل اند گاز، توی بخش نفت و گاز فعالیت میکنن و اگر علاقه‌مند هستید که ببینید کمپانی های نفت و گاز چجوری کار میکنن و به خصوص کمپانی آکسی، میتونید به پیجشون سر بزنید. یه قسمتی دارن به عنوان اینوستورز که اگر اون رو باز کنید میتونید تمام گزارش های کوارترلی و سالانه که اعلام میکنن و در واقع چاپ میکنن و در اختیار عموم قرار میدن، در اختیار سهامدارا قرار میدن رو باز کنید، مطالعه کنید، بخونید. فرم 10K، فرمای 10Q، اینا همه اینجا توی وبسایتشون هستش، میتونید ببینید و اینکه اپریشن اونها چی هستش. کلا میتونید یه اطلاعات خیلی خوبی از کاری که کمپانی میکنه به دست بیارید. کمپانی مورد علاقه وارن بافت، میخواستم ببینم که وارن بافت چه مقدار سهامی رو از اکسیدنتال پترولیوم در واقع در حال حاضر داره توی پورتفولیوی خودش. یه نگاهی انداختم به آخرین اطلاعات موجود که مال Q2 2024 هستش، احتمالا آخر جولای، بله آخر جون هستش اینجا نوشته، که در واقع اینوستورهای بزرگ، کسایی که بیشتر از، اگه اشتباه نکنم، 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در پورتفولیوی خودشون دارن، بایستی به اجبار قانون بایستی اعلام کنن طی هر 3 ماه که چه مقدار از سهام رو، از چه نوع سهامی رو خریدن، فروختن. و اینجا به عنوان مثال حالا وارن بافت که میشه گفت بزرگترین سهامدار اکسیدنتال پترولیوم هستش، میبینید که یه چیزی حدود نزدیک به 6%، 5.75% از سهام اکسیدنت رو توی پورتفولیوی خودش قرار داده. یعنی میزان سهم اکسی توی پورتفولیوی وارن بافت حدوداً 6% رو تشکیل میده و همونجور که میبینید توی کوارتر قبلی، کوارتر دوم، یه چیزی حدود یه چیزی نزدیک به 3% هم سهام آکسی رو خریده. وارن بافت یکی از علاقه‌مندان به خرید سهام آکسی هستش. از سال 2019 اگر به قسمت بایز برم، به علاوه شما میتونید این دیتا ها رو از سایت داتاروما یا dataroma.com ببینید، به صورت کاملا مجانی در اختیار همه قرار میده این اطلاعات رو. اگر من برم توی قسمت بایز و ببینم که کی این خریدار رو وارن بافت انجام داده، اینجا میبینید که این کوارتر قبلی بود، همونجور که گفتیم کوارتر 1 سال 2024 هم بازم خریداری کرده، سال 2023 هم همینطور، اینجا هم هستش یه چیز نزدیک به 6%. و همینجور اگر برید به گذشته، برید تا سال 2019، میبینید که این خرید رو مدام انجام داده. حالا ممکنه یک کوارتر انجام نداده باشه، 2 کوارتر انجام نداده باشه، ولی خرید این کمپانی رو به طور مستمر انجام داده، به خصوص توی سال گذشته 2023. و خب حالا میریم بررسی میکنیم که چرا وارن بافت اینقدر علاقه‌مند به این کمپانی هستش. چون خودش یک بار در کنفرانس خبری خودش اعلام کرد که با منیجمنت کمپانی دیدار کرده و از اطلاعات و از منیجمنت عالی کمپانی
که اینقدر فوق العاده بوده شگفت زده شده و خیلی به اون علاقمند شده و اعلام کرده بود که کمپانی در واقع خیلی واقف هستش به بیزنسی که داره انجام میده. همینطور کمپانی متعهد شده به این که به شیرهولدراش یعنی به سهامدارانش بازگشت سرمایه بده. یعنی بیشتر کمپانی‌های نفت و گاز خب بیشتر سعی میکنن که سرمایه گذاری سنگین توی بخش نفت و گاز انجام بدن و معمولا بازگشت سرمایه بالایی به سهامداران نمیدن، ولی خب در این مورد، در مورد آکسی حداقل وارن بافت خیلی علاقه‌مند شده به کمپانی و منیجمنت کمپانی هم صراحتاً اعلام کرده که هدف اونها بازگشت سرمایه به سهامداران هرچه بیشتر و هرچه سریعتر هستش. یه نگاهی به گذشته کمپانی بد نیست، چون که وقتی توی اومدم که جدول در واقع 10 سال گذشته کمپانی اطلاعات رونیو، درآمد و ببیتا و کش فلوی کمپانی رو وارد کنم، دیدم که اعداد بزرگ زیادی در اون وجود داره و یه مقدار فلاکچویشن داره، یعنی یه مقدار نوسان بالا پایین شدن زیادی وجود داره. به عنوان مثال مخصوصا تو قسمت بدهی، اگر اینجا به سال 2019 نگاه کنید، بدهی 41 میلیارد دلار و بعد این بدهی کاهش پیدا میکنه. میخواستم ببینم که دلیلش چی بوده. میشد حدس زد که احتمالاً اکوزیشن کمپانی‌های دیگه باشه و همینطور هم بوده. اینجا در سال 2019 اولین اکوزیشنشون رو انجام دادن. در واقع کمپانی آنادارکو رو آکسی به قیمت حدود 38 میلیارد دلار خریداری کرده و این دپتی که اینجا به شما نشون دادم اینقدر افزایش داشته نسبت به سال 2018. دلیلش همین هستش. اینجا این میزان پول رو در واقع احتمالا رفتن از بانک قرض گرفتن، وام گرفتن و کمپانی آنادارکو رو خریدن به قیمت 38 میلیون دلار. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، صرفا میخوام به شما نشون بدم که کمپانی چیکار کرده توی 10 سال گذشته. و یک اکوزیشن دیگه در سال 2024، یعنی در واقع ماه پیش اون رو به اتمام رسوندن و کامل کردن و اکوزیشن بسیار مهمی هم هستش. خیلی از خبرگزاری هم روش مانور دادن. اون هم اکوزیشن کران راک هستش. ولی چرا اینقدر این اکوزیشن هم مهم هستش، به خصوص کران راک؟ دلیلش برمیگرده به موقعیت جغرافیایی کمپانی کران راک. کران راک خودش در واقع اسیدهای یا دارایی‌های زیادی توی بازین پرمیان داره. بازین پرمیان چی هستش؟ من تونستم این جدول رو یا در واقع این تصویر رو پیدا کنم که شما نشون بدم بازین پرمیان چی هستش. کران راک برای چی اینقدر برای اکسیدنتال پترولیوم مهم بوده و یه خلاصه بهتون بدم، یه بک‌گراندی بهتون بدم که بدونید قضیه چی هستش. کمپانی آکسی یک امتیاز خیلی ویژه‌ای با توجه به اینکه توی بازین پرمیان داره فعالیت میکنه نسبت به رقبای خودش داره. بازین پرمیان چی هستش؟ بازین پرمیان در واقع اگه اینجا نقشه آمریکا رو ببینید، اینجا مکزیک هستش، اینجا آمریکا، ایالات متحده، و این بازین پرمیان در این قسمت در تقریبا مرز مکزیک، نیو مکزیکو و تگزاس و این بخش از جنوب آمریکا قرار داره و اینجا در واقع میشه گفت توی آمریکای شمالی یا حداقل توی خود کشور ایالات متحده ارزان ترین و راحت ترین جا برای استخراج نفت و گاز هستش. من سعی کردم اطلاعات دیتای استخراج نفت و گاز و هزینه سربسری استخراج هر بشکه نفت و گاز رو از این بخش به دست بیارم. اطلاعاتش موجود هستش تو اینترنت و به طور عمومی اگر یک بشکه نفت بخواد از توی آمریکا استخراج بشه حدود $50 هزینه برمیداره. یه چیزی حدود $50 هزینه برمیداره و بعد از اون در واقع همش سود شرکت هستش. هر شرکتی، میتونه اکسان موبایل باشه، میتونه شفران باشه که اونها هم در این پرمیان بازین اسید دارن، دارایی دارن، و
این در واقع امتیاز ویژه‌ای هستش که اگر شما در به خصوص میدلند، به خصوص بازین میدلند، حالا این گفتیم این پرمیان بازین خودش بازینای ریستری داره یا در واقع زمین‌های کوچکتری توش وجود دارن که نفت و گاز در اونها باز هم ارزان‌تر استخراج میشه. میدلند و دلاور جزء اونها هستش که نفت و گاز در این بخش‌های کوچیک میدلند و دلاور، حالا اینجا کوچیک نشون داده میشه ولی خیلی عظیم هستن واقعا این سرزمینا. در اینجا اگر کمپانی اسید داشته باشه، یا حالا میگم اسید منظور همون ریگای حفاری، دکل‌های حفاری، چاهای نفت و تمام اسیدهای مربوط به استخراج نفت هستش. اگر در این مکان دو مکان در واقع اسید داشته باشن، هر کدوم از این کمپانیایی که گفتم، آکسی یا اکسان یا شورون که دارند، میتونن نفت رو به قیمت در واقع به هزینه هر بشکه حدود 30 تا 35 دلار، 31 تا 35 دلار استخراج کنن. یعنی اگر یک بشکه نفت بالای 35 دلار باشه، اونا سود میکنن، این کمپانی‌ها سود میکنن. و خب این فوق العاده هستش، امتیاز ویژه‌ای برای این کمپانی‌ها هستش در مقابله با در رقابت با کمپانی‌های دیگه. حتی میشه گفت در حال حاضر آمریکا میتونه نفت رو ارزانتر و راحتتر از کشورهای خاورمیانه تولید کنه. شاید اینطور باشه، مطمئن نیستم، ولی حداقل در رقابت با اونها میتونه این میزان نفت رو این هزینه رو به ازای تولید هر بشکه نفت داشته باشه. این هزینه پایینی هستش و همونجور که گفتم بهترین جا برای حفاری و استخراج نفت توی آمریکا این قسمت هستش. حالا کراون راک استی که داشته توی بخش میدلند بوده. اسست خود کمپانی، یعنی دارایی‌های خود کمپانی آکسی توی میدلند و دلاور و جای دیگه هم بوده، توی خلیج مکزیک، توی عمان، توی امارات. حتی اونجا هم باز هم استخراج نفت و گاز رو دارن، در واقع از اونجا هم درآمد دارن که باز هم هزینه‌های پایینی برای استخراج نفت و گاز توی بخش عمان و امارات وجود داره و در نتیجه اونجا هم یه امتیاز ویژه‌ای کمپانی داره و با خرید در واقع کراون راک تونستن که اسیدهای بیشتری توی بخش میدلند به دست بیارن که یه امتیاز مضاعفی بازم بهشون میده. من داشتم در واقع فرم Q2 اونها رو مطالعه میکردم و توی فرم Q2 شون خیلی واضح یک نقشه از اسید خودشون، دارایی‌های خودشون در بخش میدلند بازین و دارایی‌های کراون راک رو اینجا تصویر کردن و همینجور که میبینید بخش میدلند و مناطق اطرافش که مناطق بسیار با ارزشی توی آمریکا برای استخراج نفت و گاز هستن، یعنی شاید بشه گفت بی‌نظیر هستن در آمریکای شمالی، تونسته که آکسی اینا رو بخره و اینجا اونا رو تصویر کرده براتون، خیلی واضح مشخص میتونید ببینید. خب اما بیزنس کمپانی چی هستش؟ از چند بخش تشکیل شده؟ من یه چند ورق میرم جلوتر، اینجا خیلی واضح تونستن که بیزنس خودشون رو تصویر کنن. از در واقع 4 بخش اصلی بیزنسشون تشکیل میشه که در حال حاضر بخش 4م که همین لو کاربون ونچرز هستش هنوز به مرحله سوددهی نرسیده. این بخشی هستش که فعلا در موردش صحبتی نمی‌کنم، میذاریمش کنار. در واقع اونا دارن یک سری تکنولوژیایی رو به صورت پتنت به کار میبرن، یعنی تکنولوژی خودشون، کشف خودشون هستش که کربن رو به صورت اقتصادی از هوا، از محیط اطراف جذب کنن و آلایندگی رو کاهش بدن. به احتمال بسیار زیاد بعدها این مورد هم به صورت درآمدزا براشون ظاهر میشه. در حال حاضر دارن روش سرمایه گذاری میکنن و در حال ساختمان ها و در واقع کارخونه های مخصوص به همین جذب کربن از هوا هستن. در این مورد فعلا زیاد صحبت نمی کنم، ولی بیشتر درآمد اونها از بخش نفت و گاز هستش و همچنین اونا پتروشیمی هم دارن، یعنی محصولات پتروشیمی تولید میکنن. یه بخش دیگه از درآمد هستش که معمولا این بخش بسیار
استیبل هستش به خاطر اینکه نوسان قیمت نفت خیلی روی تولید و توزیع و قیمت محصول اونا تأثیری نمیذاره و یه درآمد ثابتی از این را به دست میارن. همینجوری هم که گفتن leader with resilience free cash flow، یعنی اینجا دیگه درآمدشون ثابت هستش. بخش نفت و گاز خب نوسان داره بر اساس قیمت نفت و بخش میدستریم هم دارن. میدستریم چی هستش؟ میدستریم در واقع بخش انتقال انرژی هستش، بخش انتقال نفت و گاز از طریق خط لوله، تانکرهای نفت و کشتی‌های نفتی هستش. از این سه بخش درآمد مثبتی دارن ولی بیشتر درآمد اونها از بخش نفت و گاز هستش. خب با این توضیحات من میرم سراغ جدول خودمون برای بررسی کمپانی، بررسی درآمد و کش فلوی کمپانی. باقی مطالب رو میذارم به عهده خودتون. این مطالب همه توی سایت کمپانی موجود هستش. آخرین فرم اونها فرم Q2 اونها هستش که در ماه آگوست در واقع منتشرش کردن، توی سایت هستش، میتونید ببینید میزان تولیدی که دارن از قسمت‌های مختلف، بازین‌های مختلف، میزان استی که دارن به دست آوردن، همش اینجا با جزئیات هستش. خیلی جالب هستش اگه اینا رو مطالعه کنید تا یک نگاه در واقع کلی به کمپانی داشته باشید، بدونید کمپانی کجا چیکار میکنه. اینجا هم همونجور که گفتم بازم میبینید که اسست های اونها در کجا قرار داره و خیلی جالب هستش اگر یه مقدار مطالعه کنید اینها رو. میرم سراغ جدول خودمون. از اینجا شروع میکنم از سال 2014. البته سال 2014 یه مقدار متفاوت هستش. من همونجور که میبینید رونیوی اونها متفاوت هستش، EBITDA متفاوت هستش. اعدادی که در واقع اینجا میبینید خیلی همخوانی نداره با اعدادی که در سالهای بعد در واقع مشاهده میشه. من سال 2014 رو گذاشتم کنار و به جاش سال 2024 رو که در واقع یه جورایی میشه گفت دیگه رو به اتمام هستش و اطلاعات کافی در موردش داریم رو وارد کردم و در واقع از سال 2015 و تا سال 2024 رو بررسی میکنم و اعداد سال 2014 رو ببخشید لحاظ نکردم توی محاسبات خودم. اینجا میتونید ببینید اونا رو ولی توی محاسبات به هیچ عنوان لحاظ نشده. خیلی سریع درآمد اونها از سال 2015 از میزان 12.7 میلیارد دلار رسیده به 27 میلیارد دلار در سال 2024 تا به امروز. هنوز سال 2024 تمام نشده. یه چیزی حدود 8% افزایش درآمد. EBITDA اونها از حدود 5 میلیارد دلار رسیده به 12 میلیارد دلار. یه چیزی حدود 9% افزایش EBITDA که بیشتر از افزایش رونیو درآمد هستش. افزایش مارجین رو نشون میده، خیلی خوب هستش. بدهی اونها از حدود 8 میلیارد 8.5 میلیارد دلار رسیده به 20 میلیارد دلار. یه چیزی حدود 9.5% افزایش بدهی و همونجور هم که اول ویدیو گفتم، تقریبا اوایل ویدیو به شما گفتم، نشون دادم، در سال 2019 آنادارکو رو اونا خریدن و این افزایش بدهی اینجا خودش رو نشون میده، ولی به سرعت بدهی خودشون رو نسبت بدهی و EBITDA رو اگه نگاه کنید میبینید که بدهی خودشون رو خیلی سریع کاهش دادن. در عرض 3 سال رسوندنش به زیر 3 که عالی هستش، فوق العاده هستش. منیجمنت کار بسیار فوق العاده انجام داده و در سال 2022 میبینید که دپ به EBITDA به 1 رسیده. چیزی که شاید اینجا جالب باشه یا باید بهش توجه کرد در واقع این هستش که خرید کراون راک یه چیزی حدود 12 میلیارد دلار هزینه برای کمپانی برداشته. البته من اون رو اینجا لحاظ نکردم، اگه لحاظ بکنم میشه بدهی کمپانی میشه توی یه چیزی حدود 32 میلیارد دلار، ببخشید 32 میلیارد دلار. و چیزی که کمپانی خودش اعلام کرده در حتی فرم Q2 شون هم واضح هستش. شاید بد نباشه یه سری به فرم Q2 دوباره بزنم و به شما نشون بدم که چی کار میخوان بکنم با بدهی. اگر بتونم بخش بدهی رو، بله اینجا هستش. چیزی که در واقع خودشون اعلام کردن این هستش که یه چیزی بیشتر از حدود 4.5 میلیارد دلار رو از بدهی‌های خودشون رو میخوان که تا انتهای سال 2024 پرداخت بکنن و در واقع کمپانی آکسی در حال حاضر اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار رو پرداخت کرده. بله اینجا با جزئیات میتونید ببینید که
کمپانی یه چیزی حدود 3.1 میلیارد دلار رو در حال حاضر پرداخت کرده، یه چیزی حدود 1.4 میلیارد دلار رو قراره که تا انتهای سال در واقع پرداخت بکنه یا شاید تا ابتدای سال آینده. خب برگردیم به جدول. گفتم بدهی جدید کمپانی رو اینجا لحاظ نکردم چون میخوام که در واقع یه پیشبینی خیلی یک دستی رو با توجه به اعدادی که داریم داشته باشیم، چون همونجور که خود کمپانی هم اعلام کرد و به شما نشون دادم قرار هستش که به سرعت بدهی‌های خودشون رو کاهش بدن، همونجور که این کار رو در سال 2019 انجام دادن. دب به ایبیدا کمپانی در حال حاضر خیلی در واقع رنج نرمالی داره، پایین‌تر از 3 اوکی عالی هستش. ایوی به ایبیدا کمپانی میشه گفته 6-7 سال گذشته خیلی پایین بوده و پایین‌تر از حد اوریج خودش بوده، اوریجش حدود 8.5 هستش و در حال حاضر هیچ چیزی حدود 57 هستش. کش فلو فرام اپریشن کمپانی از حدود 3.3 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده به حدود 11 میلیارد دلار در سال 2024. میزان افزایش کش فلویی که اونها داشتن طی 2-3 سال گذشته بیشتر به دلیل افزایش ارزش در واقع نفت خام بوده و خب این افزایش خودش رو به صورت کش فلو نشون میده. یکی از نکات جالب در واقع برای بررسی کمپانی نفت و گاز این هستش که وقتی کمپانی نفت و گاز سرمایه‌گذاری اولیه‌ای انجام میدن برای استخراج نفت، یعنی مثلا یک چای نفتی رو میزنن، یک پول و هزینه اولیه‌ای دارن و بعد از اینکه اولین بشکه نفت استخراج میشه این هزینه دیگه در واقع میشه گفت وجود نداره، یعنی هیچ هزینه اضافی بابت تولید بیشتر نفت برای بشکه دوم نفت، بشکه سوم نفت و بشکه 1 میلیونم نفت وجود نداره. برعکس خیلی از کمپانی‌های دیگه که در واقع باید همیشه مواد اولیه برای تولید محصولشون رو بخرن و هزینه تولید هر محصول همیشه همراه اونا هستش، با افزایش تولید محصول آکسی که نفت و گاز هستش هیچ هزینه اضافه‌ای برای کمپانی در بر نداره. اکسیدنتال پترولیوم چه یک بشکه نفت استخراج کنه چه 1 میلیون بشکه نفت استخراج کنه، هزینه اولیه ثابت هستش، یعنی هرچه تولید بیشتر در واقع درآمد بیشتر و این درآمد خودش رو به صورت کش فلو نشون میده چون هیچ هزینه اضافه‌ای برای در واقع کپکس وجود نداره. برای مثال اگر مقایسه کنید با شرکت اپل برای تولید آیفون، برای اضافه کردن در واقع تولید هر کدوم از گوشی‌های خودش بایستی هزینه ای رو بابت خرید مواد اولیه اون گوشی، قاب گوشی، گلس گوشی، هزینه در واقع سرهم کردن قطعات گوشی، مدارهای گوشی، خریدن مدارهای گوشی، باتری گوشی بپردازه، ولی کمپانی اکسی با افزایش تولید نیازی به هیچ هزینه کرده اضافی نداره و هر چی تولید بیشتر افزایش پیدا کنه، درآمد و کش فلوی اونها بیشتر افزایش پیدا میکنه و نتیجه اون رو هم میتونید اینجا خیلی واضح ببینید. درآمد کمپانی به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش تولید بالا رفته. کلا نکته دیگه ای هم که در مورد کمپانی‌های نفت و گاز باعث بهش توجه کرد این هستش که کمپانی‌ها سایکلیک هستن، یعنی یه دوره تقاضا برای نفت و گاز زیاد هستش، درآمد اونها بالا میره، یه دوره تقاضا کم هستش، درآمد اونها پایین میاد و بهترین موقع برای خرید چنین کمپانی‌هایی وقتی هستش که درآمد اونها کاهش پیدا کرده، توی داون سایکل هستن، در واقع تقاضا برای نفت و گاز کم هستش و در نتیجه ارزش سهام اونها پایین میاد، افت میکنه و اینجا موقعی هستش که بهترین در واقع موقعی هستش که میشه سهام اونها رو خرید. این هم یه نکته‌ای بود که گفتم به شما بگم. کپکس کمپانی رو میتونید ببینید که تقریبا ثابت مونده، 5 میلیارد به حدود 6.5 میلیارد دلار رسیده، چیز خاصی نیست، حدود 2.5% افزایش. کش فلو رو میبینید حدود 12.5% افزایش، بیشتر از ایبیدا، بیشتر از رونیو، فوق العاده. خب من اینجا میزان بدهی رو همونجور که میبینید وارد نکردم، در واقع اونها طی سالهای مختلف رفتن از بانک وام گرفتن، به خصوص در سال 2019 و 2024 وام گرفتن
تا بتونن که اکوزیشن های خودشون رو طی این 2 سال انجام بدن و بعد از اون به صورت بسیار سریع و مرتب بدهی خودشون رو به بانک باز پرداختش رو انجام دادن و به سرعت دپیتایی که شما نشون دادم نسبت دپیتا رو کاهش دادن و از لحاظ بدهی در واقع میشه گفت مشکلی ندارن. دلیل اینکه بدهی رو اینجا وارد نکردم این هستش که بتونم یه فری کش فلوی بسیار یک دستی رو در انتهای جدول به دست بیارم و به شما نشون بدم که چه مقدار در واقع سهم شما میشه از فری کش فلویی که کمپانی تولید میکنه. اگر بخوام بدهی رو اینجا وارد کنم محاسبات یه مقدار پیچیده میشه، یه مقدار سخت میشه، در نتیجه اونا رو کنار گذاشتم، ولی خب اطلاعاتش موجود هستش، میتونید شما اون رو هم لحاظ کنید. من اینجا این کار رو نکردم. فری کش فلوی کمپانی میبینید که افزایش حدود 6% داشته. مارکت کپ کمپانی تقریبا میشه گفت مثل انترپرایز ولیوی کمپانی ثابت مونده. میزان سهامی که توی بازار موجود هستش برای کمپانی یه مقدار افزایش داشته به خاطر دایلوشنی که انجام شده طی اکوزیشن. کمپانی اعلام کرده که احتمالاً سال آینده بای بک نداره، یعنی سهام خودش رو دایلوشن رو جمع نمیکنه از بازار، ولی بعد از پرداخت بدهی که به نظرم تصمیم بسیار درستی هستش کمپانی میگیره. همونجور که گفتم وارن بافت هم علاقمند به منیجمنت هستش به خاطر تصمیمات درستی که میگیره و واقف بودن به بیزنس کمپانی. کمپانی اعلام کرده که اولین و بالاترین هدفی که داره پرداخت بدهی کمپانی هستش، یعنی میخوام بسیار سریع بدهی کمپانی رو به بانک ها سریع پرداخت کنن بعد از اکوزیشنی که انجام دادن و بعد از اون احتمال بسیار زیاد نیمه دوم سال 2025 یا نیمه اول سال 2026 شروع میکنن به بازخرید سهامشون از بازار. نکته دیگه ای هم که یادم رفته شما بگم این هستش که با اکوزیشنی که انجام دادن، کران راک رو خریدن، یه چیزی حدود 1 میلیارد دلار تا حدود 1.1 میلیارد دلار فری کش فلو به کمپانی تزریق میشه. یعنی بلافاصله این میزان رو احتمالا میتونیم توی فرم Q3 شون ببینیم در انتهای سال 2024. احتمالا میبینید که این عدد از 4 احتمالا میرسه به 5. حدس من این هستش که میرسه به 5 بدون در نظر گرفتن بدهی، البته چون اعلام همونجور که دیدین توی فرم Q2 هم دیدین یه چیزی حدود 4.5 میلیارد تا 4.6 میلیارد دلار از بدهی خودشون رو میخوان باز پرداختش رو انجام بدن. و اگر به عنوان مثال من اینجا -4.5 رو بزنم میبینید که مجموع کپکس و دیبت باعث میشه که کش فلو فرام اپریشن تقریبا صفر بشه. همونجوری که میبینید تقریبا صفر هستش و اگر حالا 1 میلیارد دلار فری کش فلو به این مبلغی که تقریبا صفر هستش یا حالا میتونیم بگیم منفی 500 میلیون دلار هستش اضافه کنیم، فری کش فلوی اونها در همین رنج بین حدود بالای صفر پایین صفر داره نوسان میکنه و منیجمنت هم این رو اعلام کرده که هدف اصلی بازپرداخت بدهی هستش و بعد از اون برگردوندن ارزش به سهامداران هستش. خب دوباره من این رو صفر میکنم و میرم سراغ ادامه جدول. میزان افزایش فری کش فلو اکویتی به ازای هر سهم حدود 6.8% بوده طی 10 سال گذشته تا به امروز و فری کش فلو ییلد کمپانی هم به طور متوسط طی 10 سال گذشته 7.1% بوده. در حال حاضر 7.9 یا 8% هستش تقریبا. حالا میرم سراغ پیش بینی میزان ارزش سهم از طریق رشد EBITDA. طی 10 سال آینده رشد EBITDA رو 2.5 در نظر گرفتم، برخلاف چیزی که دیدیم حدود 9%. من اونو 2.5 در نظر گرفتم. مارکت مولتیپل 5.5 دادم که به نظرم خیلی کانزرواتیو هستش. مارکت کپ کمپانی رو به دست آوردم. تعداد سهام موجود در بازار رو کاهش ندادم، افزایش هم ندادم، ثابت نگه داشتم. یه چیزی حدود 76 دلار به ازای هر سهم در سال 2033 میتونیم که ارزش گذاری کنیم سهم رو. همین کار رو هم برای
در واقع فری کش فلو انجام دادم. میزان رشد فری کش فلو رو حدود 2.5 در نظر گرفتم و فری کش فلو ییلد رو هم حدود 8% در نظر گرفتم، برخلاف چیزی که محاسبه کردیم طی 10 سال گذشته 7%. و قیمتی که به من به دست داد حدود $67 در سال 2033 به ازای هر سهم هستش. دو قیمتی که به دست آوردم در واقع یک میانگینی گرفتم و قیمت سهم رو در سال 2033 71 و حدود $71.5 در نظر گرفتم. قیمت سهم در حال حاضر توی بازار میتونیم بریم توی سایت سیکینگ آلفا ببینیم که حدود $50 هستش. حدود $50 من این رو اصلاح میکنم، $50. و اگر امروز هر سهم رو به قیمت $50 بخریم و در سال 2033 به قیمت $71 که پیش بینی ما هستش بفروشیم، یه چیزی حدود 14% سالانه سود میکنیم که بیشتر از سود S&P 500 در بازار هستش. خب اینجا میتونیم سیفتی مارجین کمپانی رو هم حساب کنیم. میشه گفت که خیلی راحت قیمت وست تگزاس اینترمدییت، نفت وست تگزاس اینترمدییت رو میتونیم از اینترنت پیدا کنیم. من یه جستجوی کردم توی 3 سال گذشته، قیمت نفت بین حدود 70 تا تقریبا $85-90 در نوسان بوده. سال 2022 رو میذاریم کنار به خاطر جنگ اوکراین، این مقدار قیمت نفت بالا رفته. یه چیزی حدود بین 70 تا $85 قیمت نفت در نوسان بوده. در حال حاضر در پایین ترین میزان خودش به قیمت حدود 66 یا $65 هستش. من همون رو در نظر گرفتم. اگر بخوایم ببینیم که مارجین آف سیفتی کمپانی چطور میشه، 50 تقسیم بر 65، همونجور که گفتیم 50 از کجا اومد؟ 50 همون هزینه تولید نفت توی آمریکا هستش و بعدش ضرب در 100 یه چیزی حدود 25% میشه گفت 24% مارجین آف سیفتی ما هستش اگر در حال حاضر کمپانی رو سهام کمپانی رو داشته باشیم. هرچی قیمت نفت بالاتر بره قاعدتا مارجین سیفتی مارجین ما هم بالاتر میره و به نظر من 25% برای 24% 25% مارجین سیفتی مارجین برای همچین کمپانی که قیمت سهامش افت کرده بسیار مناسب هستش. asset های اونا فوق العاده هستش. خرید کراون راک واقعا یه حرکت بسیار فوق العاده بود که انجام دادن و من خیلی خوشبین هستم که به زودی، یعنی طی 1 سال 2 سال آینده، البته به قیمت نفت هم بستگی داره. همیشه یک مشکلی که کمپانی نفت و گاز دارن این هستش که وابستگی به قیمت نفت توی بازار دارن. ولی خب من خوشبین هستم که طی 1-2 سال آینده بازگشت کش فلویی که از خریدشون میگیرن، یه چیزی حدود $1 میلیارد بهتون گفتم فری کش فلوی اونا $1 میلیارد اضافه میشه، به سرعت خودش رو توی ارزش سهام کمپانی نشون بده. برای خرید یه همچین کمپانیایی که سایکلیک هستن، همونجور که بهتون گفتم، بایستی یه مقدار دراز مدت فکر کنید، بایستی منتظر باشید، خریدتون رو در داون سایکل انجام بدید و منتظر بشینید تا قیمت نفت بالا بره. شما با قیمت بسیار پایینی در واقع اینجا محاسبه هم کردیم، حدود 14% سود سالیانه میگیرید. شما با قیمت بسیار پایینی امروز دارید کمپانی رو میخرید و منتظر میشینید تا کمپانی بدهی خودش رو صاف کنه که یک فری کش فلوی اضافه به شما میده. بعد از صاف کردن بدهی دیگه کش فلو فرام اپریشن کمپانی به بدهی داده نمیشه و همش انتقال داده میشه در واقع به شما، که اینجا میبینید فری کش فلو اکویتی شما هستش، در واقع این سهم شما هستش، این اعدادی که اینجا میبینید. وقتی بدهی تکمیل بشه، کامل پرداخت بشه، سهم شما افزایش پیدا میکنه و وقتی قیمت نفت هم در بازار افزایش پیدا کنه که در حال حاضر کاهش پیدا کرده، داون سایکل هستیم، باز هم فری کش فلوی اکویتی شما افزایش پیدا میکنه. یعنی در حال حاضر به نظر من بهترین موقعیت برای خرید سهام کمپانی هستش. حتی اگر رسیشن یا در واقع کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا رو هم شاهد باشین، باز هم یه پوان مثبتی برای خرید کمپانی خواهد بود به نظر من. البته خب تمام چیزایی که اینجا برای شما توضیح دادم
همش نظر شخصی خودم و بررسی های خودم هستش. هیچ وقت بر اساس بررسی های کس دیگه ای تصمیم به خرید یا فروش کمپانی یا بیزنسی رو نگیرید. خودتون بررسی کنید، به قول معروف دو دیلیجنس خودتون رو انجام بدین و بر اساس بررسی های خودتون سهام کمپانی رو بخرید و بفروشید یا با مشاور مالی مشورت کنید. من مشاور مالی نیستم، همونجور که گفتم صرفا خواستم که علاقه خودم رو و بررسی های خودم رو با شما به اشتراک بذارم. ویدیو رو اینجا تمام میکنم تا ویدیوی بعدی. خداحافظ شما.